الو ای پیران سایکو تو ای فی پیران مقبولت ای سایکو ایره کی کده؟ نمیفهمم میز آلو چیه نمیفهمم مادر جان اول از اون تا آمدم سعی کردم میتال است خود چیکار کنم آلو دختر تو از خانه بیخبر هستی؟ ها؟ هذا به خانه تا نمیفهمی که داخل اتاق تو کی آمده؟ خدا اتاق تو کی میخو غیر تو سیمونم کرشمه ناکرشمه مادر جانم آلو میارم چیه تو تو بالا که باشه داخل که آوردم میزی من اینجا دیدم من میتال بود تدانه خدا تو سایکو مادر سنم جان ای سایکو میفهمی که ما یه پیرانه برش میفهمی که چند گرفته بودم؟ میفهمم یعنی با تو خب معلوم است که من یه پیرانه برازی چقدر قیمت گرفته بودم تو خود سایکو اینا رو من چی رقم در این خانه جور باشم کلی کار عادستانمو خودم خود نکردم مادر جان کرشمه. خب تو نکنی خیلی کده نمیفهم خود انواریم بود کرشمه کجاست؟ نمیفهمم حالا بگی جمع کده برو یا تا سک که سامانای آرایش یارو چی کده با بلا دا جمع پس کده، سامان جمع آرایشت کده که میشه. جمع میشه بگو او شما. مادر سنم جان سعی که تو که پیران از زیر ما چقدر قیمت خریده بودم من آره چی بلا دا پسش میگی بلا دا پسش چی یه امروز این پیران تو شد سبا رو دیگه چیز میشه سبا رو دیگه چیز میشه میگه دوز بیرو گرفته میشه دوز خانه نمیشه گرفته اینا رو تو آمدی نقال مقال کنم خواهد بگی از خاطر مقال میکنم حوصله‌ام به سر آمد دیوانه شدم نه سعی که تو ای فی پیرانش ما چقدر قیمتی رو گرفته بودم پسان جمعش میکنم او خواره در بین یک خانه من قباق داری رو ندیده بودم چی کنم گفتی اگه تا اینه که اینه نامش چیست رامش خونه خودش از صبح 5 بجه مبرای میری اینا رو بیایی ببینه که پیرانه من این پیران تو چقدر قیمت خریده بودم مادر میگم برو میت نپوشیده بودم او خیر خداوند خودت جور زنده داشته باشه او خواره خودش جور زنده است جور زنده داشته باشه جور زنده مادر اول از عمر پرسان کردم میگم من نکردم خیلی کی کردم نمیکنه عمر چی کار داره در کار این داره بچه او طفل معصوم بوده ای گپا نمیفهمه دختر قندم که تو این کل فساد از دست کرشمه کل فساد از من میم کرشمه رو خداوند دادم به اسب باستیش کنه کمو تو قیزه کنه و اسب برم ببریشه من میگم خربت باز کدام موش پیدا شده من چی بفهمم چی کنم من تو باش که من برم ببینم که چی شدی کرشمه ناکرشمه کرشمه او کرشمه یه گیرت کردم دختر گلم تشویش نکن کرشمه در خانه مرا پیرانه نشانش بده یه پیرانه کیف کده ما چی خبر هیچی حال از دختر قندم یه سای کتو ما نکردیم پیرانه کیف نپوشیده از ما چی پوشیده نپوشیده ما این وسایل آرایشاشو چرا تیپ کردی تو کسی آره بینی دارم که پشک بود پشت پشک میدم یا بینی سری کش من غیر از تو دی خانه کی هستم خودت حتما کده باشه من چرا خودم دیوانه کنم؟ هستی ما نکدیم دختر من دیوانه نیست که این کار آه نکنه. طرف باباش دختر گلم دلتا به مشاورت بسازم تو سای پیسه کتو از من که تو مربوط نیست پیسه ما تو کی نرفته گفته فهمیدی؟ خودم؟ یه پیرانه ما نکدیم تا به حالا نپوشیده بود مادر من نکدیم میگم نکدیم باز خیلی نکدیم کده اینو با خوبی بریم قرآن شکر دخترم سلام. میکشمت خفه کنی کنم اصلا نکدیم قسم خیلی نخور کی کده کی کده که خیلی چی کنم من حال غیر از تو دی خانه کی هست ما چی خبر ما دمو خانه کلو مشتا بدیم که ما نکردیم شاید باشو. چرا تو کده حالا دلش هر من چیکار کنی نمی‌خواد. ما چی ما نکدیم میگم باز نکدیم خیلی کی کده تو مزگاو دادن شده میگم نکدیم با نکدیم نه خیلی مقابل از این کامنت خود چوب بگیرم حالا چطور حالا ما کلو ما دمو خانه اشتا بدیم تو برای چشتا بودی من رفتم تا اتاقم رفتم تا اتاقم ما در اتاق چی بد میکنم اینو بی بالا کنه دیگه او مادر سنم جان ریزش بخی دست آج چی بده سن میای کنه میگم نکردی. صدا آدم یاله بسر راموش قسم دخترم کار نخوا سر بچه مقصد تو پوچانی تا یکی میکنم قسم ندارم کار دیگه کنگی را کت میگم میگم بسر چی راموش میگی؟ قسم جور میشه؟ نکردیم باز تو نمیشه. دم بخود چلس خدا تو که سر نامشه قسم میخورم قسم کس ندارم مادر جان چی باز گویم نکردیم ها سعی کوی پیرانش من چقدر خوش داشت یه از قرن بیبیم شون است از قرن بیبیت الهی بیبیت من میگم در کفن پیچیده وقت پیچیده شده مرده دیگه او دختر چی وقتی ده از این پیچیده بعد میشی؟ دیگه فقط اتاق تا قلف کن
بچه قلف کو قلف خلاص دیگه میگه که زنت دیگه شریکی باشه زنت نباشه فقط اتاق شریکی نیست شو شریکی است کرش من حتی بشناس برای دیگه نشناسم چی بخ میگی؟ برای دیگه بخ اله برای از اتاقه بجای که مزرعت خواهی کنه گپاش سیل کن مزرعت خواهی مستو جان کنم دخترم گم سنم جگر یا گپ میدم خانه اتاق تا قلف کو دیگه من دیگه حوصله ندارم مادر من میگم در دل شما چیزی نگرده روز تمام روزی پیرانای فیشنی مقبول ده بچه که قیمت بخریدیم بازی چه که یادگاری ای بوده الهی در غضب خدای کرش مرا گرفتار یه کنه کارش تو خریدی بگو چند تا رو جیز آوردی برو گمش که خواره کن بیا روز این وضعیت است مادر جان من چون چیکار کنم دختر گلم خانه که تا جمع کن راست میگه گفته خوشوید دروازه تا قلف کن مادر جان دروازه رو قفل کنم خاله دیدین میگه چرا دروازه خود قفل کرده نه نه خوشوید روسنه اجازه داد خوشوید اجازه داد حال دروازه که تا قلف کن که دیگه هیچ چیز تا غرض نگیرن فهمیدی هر دقیقه اینجا اینا چیز کار می‌داشته باشه میایم مادر خب مجبور دیگه از بالام تو کنم در پیش بگی اون دروازه واز هستن هر کاری که دلش شد میکنن پیشتر نیدی مرا میگه تو جادو دیگه بر من ندی ما از اون مردم نیستیم خدا نگاه کنه ما را که جادو کنیم کسی را هی مادر جان جگرخونی و تشویش نکن دختر گلم فقط آنمون گفته خوشوی تا بکن دروازه که تا قلف کن خلاص وقتی که این دروازه تا باز کن مجبورم تو کنم مادر جان از بعد حالا لباس من نو گرفته بودم و دل جرم چیزا که آرایش های تا بیچی خون سیس مادر ایرم در خلطه پلاستیک کنون جبان در کنچه خانه شو که رامش جان آمد برش نشان بده سیس بگو اینی حال روزم هستم چی کنم من بگو آخر مادر جانت گفت که دروازه رو قلف کن من سر از همیاله بگو که برام آدم دروازه من قلف میکنم باز بگو تو سر مغال نکنی مادر جانم اون مزیستی به خسل شده خسل شده بود که زن کرد دختر قندم نگه خواهی چی کنیم تو چیزای تو جمع کن من میرم پیش سیس خوشوی مادر جان سیس آه. مادر جان نکنیم چه زدی که کردی؟ نکدیم ها؟ نکردی دروغ نبوده که ما برات بگم نه خیلی کی کاکات ها؟ میگم نکدیم بچه سر بچه به قسم میخوری سر بچه به قسم نخور خود دوستش دارم از خود سر زمین قسم میخوای سر گیری قسم بخورم سر خود قسم بخور سر خود قسم بخور باز میگیره پیران کو او پیران میفهم ما 1,25,000 خریده بودم چرا تو میکنی واسه که دیوانه 1,20,000 تو کی داری مصاریف پیران که 1,20,000 میگی 1,20,000 به پیسه سابقه بود خدا نکن که میخوره با تا 1,20,000 اوه ای گفتم تو ببرایا گفتم که اینه من میگم که دیگه در کلاه زو خلاص نگیری اگه نه اینو خفقت میکنم اوی خود اخ خفقت آی میکنم ما با تو مانی که من خفا کنی فهمیدی سامان آرایش اونجا تا کردی به پیرانش اونجا خوب کردم نوش جانم که کردم میفهمی کارش دانه تکه میکنم تا که یک جور کالا نداشتم شو با تو کالا تکش تقسیم کنم با تو کالا تا بدیش الو در کار خدا شوی که سوزم دیدی چوب خدا صدا ندارم تو خزنی که الو در غضب خدا گرفتار شوی که در سرت غیر سوزن زدم میری الو در غضب خدا گرفتار شوی بابا زنکه مقابل تو از سرم دفاع میکنم من چی کنم کتی تو من چی کنم ایران مانده که من چی کنم حالا چی؟ حالا چرا جز خونه آوردم آوری جز خونه حالا بچه خود خریده یا نخریده تو بگو اگه تو کالای تو را میگه تو چی میکنی هنوز هیچ کار نکردیم کم مانده که خانه رو سرش در بتون در هم بیتون برش درت بتون میفهمی خودشون خودش بکنم درش میتون گوگت میدن بلنگس بسوزی نه اونم دو خانه قیدش میکنم تیر میندازم درش میتون خانه ننه را تو در داده بودی حالا خانه ننه را تو در داده بودی اما خانه تو رو در یا بدم خانه من تو در دادی به خوب خدا میتونم باش که شکر رامش کن که تو رو بیایه در ندادیم رامش بیایه یک دفعه شو بچیم بیایه باز من کل گفت بیایه دیگه. در شو دماندگی خود گفتن نمیتونش با صبح شو اگه ما کل گفت نگفتم اچ که میگی بگو فهمیدی نفهمیدی
رامش ماشو کجا رفته و تو با نکرده که در کار رفته ماشو چکر رفته کجا رفته رامش نلدوانی رفته نرفته این بچه از یک راه من تا دیگر رو میبرایی ما کجا رفتیم که از دیگران مبرایم آچه کارای زود دکا کردی خوب کردم بد کردی جد زدی در غضب خدا گرفتار شوی بابا خوب کردم چیز حالا شد مادر آقای جان دیگه ما فکرش چرا؟ چی میتونی ما کردیم اینه چرا؟ خوب کردم خود هنوز در نداریم قیچی نکردیم تکه تکه نکردیم هنوز زیاد است شکر خدای تکو از اینجا که بسایی بیشتر که دست می نخورده کرش ما اینی بار آخرت باشه فهمیدی؟ نی اسرا نمیشه یعنی هخ یکم کم درست شو فهمیدی؟ یکم درست سایت شو طرف باشو درست شو از من نمیشه خوب کردم بد کردی میگم برو از این خانه برو خانه من تو این چرا خانه نمیری؟ ماست این خانه ماست ما خانه این خانه من رو است. ساختیم هم خانه خانه من این خانه هم نساختیم خانه عزیز ما به خونه دل این خانه رو جور کردیم به تو آدمای ایلان نمیتونم نمیرم بخوره یکی دیگه کنه خورده بری خبر داشتی چرا یکی ماندی؟ دیگه تو کنه چرا بری گرفتی؟ چرا ماندی؟ من خبر دیوانه نداشتم شو من این خانه تو چرا ببندی مثلا سر دکورای من این میرسه خانه دکور دیوانه میرسه شدم او خدا آنچه که فکر او میکنی خدا من چی کنم خطر قدر تو بزنی اینو برسیم. چرا تو کار میفهمی نه چای خوردن نمیفهمی غیر 24 ساعت جنگ غال مغال داواست بلا در پستان یکی دیگه تا رو بخوریم ما برم که وضو بگیریم که نماز تو یک دیگر روز آرام نداریم ما چی کنم از وقتی که تو در این خانه اومدی ما آرامش از دست دادیم با خدا دلم با خدا و کرشما میخوام بدن خدا میفهم نی خورده او کرشما او کرشما ما دست توست از دلم میشم که نمیرم جوش سر چپا کنم بسوزانمت درت بتم جلو که بلوکت کنم ما وقت مونده ماما نموندی ماما نموندی تو پاس تو پاس که مادمی سر شاو جوش پردم که بفهم جواب دادن کار داره قصد نیست که تو برای در بیتی کار خدا شوی سر این یاروس خاکروده چه نکو که زنده کنده بچه شوه باش دیگه بیریان شوه نه تو خوبی میفهمی نه دیگه نه یک دقیقه چو تو چی توقع داشتی که ما بگیریم یک آدم زنداره کلگی قدیمه خوب میشه خوشوام از ما میشه شویام از ما میشه زنشام نوکر جا میکنم بچه شام بخیر میگیرم با میخوام خیال است من خبر نداشتم با میخوام خیال است من خبر داشتم تو که خبر داشتی چرا در یک بار گرفتی چرا پرسانه جویان نکردی تو چرا قدر گرفته تو خبر داشتی تو خبر داشتی تو نمیماندی شده تو نمیموندی تو نمیماندی خواستگاری گرفتی میامد تو نمیگرفتیش من خبر نداشتم زن داشت فهمیدی صحیح آه. در گرفته هیچ بودی زن ایت گپ نزن کدیما شوی زن شوی دز خانه خراب خاک دم سر تو شوه خود تا تکه تکه نکنیم بر هزار بار شکر تکو کلایت داسمان پرتو یا اومده سرمه گپ میزنه روانی را هنوز از یام اومده سرمه گپ میزنه خیلی من چی کنم کدام را بگیرم یگانه رای است که من دلم آرام میکنم شما خوش و خوشحال باشین من قرار بشینم طرف شما سایل کنم که چی میکنین یا چی نمیکنین یک روز از ما پرسانه که تو خوش هستی نیستی رفته طرفداری آرزو خودم میکنم هر کس جای ما باشه از این بدتر میکنه زندگی من خراب کردین دل من درد دادین هر کار که کنم هنوز به شما کم است شکر کنین که خانه رو سرتان چپا نکردین حال به ملم بچه مزم گرفتن یادش میده که پیش مادرت نرو یا به گپ مادرت نکو حالا خب من میرم پس طرف خانه اگر تشویش نکن جگر خونی نکن رامشم جگر خون نسازی بلا در پسش دیگه حالا قیچی کد یا تکه کد کالا را کت کد کار کردی پس جور نمیشه فهمیدی؟ مادر جان کار روزش هستی نمیخوام آنه کتش بیده بیخی میفهمی مشناسیشه که کار هر روزش از خوشیدم بیچاره میگه که من دست ازی بیخی دیوانه هستم نمیفهمی است که تو چرا مرد زنداره گرفته حال ما تو خبر خود نداشتیم میگه اول خوب پرسان میکنیم که زنداره ندارن بعد از میگرفتیم هر روز تانشی نمی است و چی بگویم دختر گلم البته قلم قسمت دنی مرد زندار بوده اگر در مرد زندار باشه در مجرد نمیشه اگر در مجرد باشه در زندار نمیشه البته قلم قسمت بوده که در مرد زندار که من تو رو در مرد زندار دادم چطور کنیم بابا یه حال مادر جان کاش که خبر می داشتیم دل ما درد آه. نمیکرد نه
حال بی خبرم تو کارم کردن حال هر روز تا نشینه میگه پس ایده قصهش نشو، ایده قصهش نشو. خوشویت بسیار زن خوب است، شوهرت بسیار بچه خوب است، فهمیدی؟ دیگه امور جگر خون نکن، دلش از دست بیار. خوشویت مرد چی که میگه گپ شده زمین ننداز بچه قندم. خب بان کو هر کاری که میکنه بکنه. حیف از بچه که خدا برزی داده. تو تشویش نکو، جگر خونی نکو. من دیگه میرم بخیر که ناوقت هم شد. میبودی ناوقت مادر میشه. جان شما میبودی باز میرفتی زنده و جور باشی دختر. ما آمدم بسیار پشت دق شده بودم، گفتم بیا به دختر ما ببینم. اوه رئیس صاحب تو خود که رئیس فامیلی ماستی، بدون حضور تو ما هیچ تصمیم در زندگی خود نمیگیریم. هر تصمیمی که بگیریم تو باید امضا کنی. حال نوبت ماشای ما شد تو ماشای ما رو بدی. رئیس صاحب محترم. دختر بسیار گپ نزن، فهمیدی؟ اعصاب ما بیخی خراب کردی. خراب شد چی میکنی؟ کرشمه تو یک آدمی هستی که کرشمه. دلت مشابه تو خود کنی. کنده اصلا اصلا کی رفته نداره. اتاق ما بدون تک تک بیا برو از اتاق دیگه چرا شود نیست که گپای خصوصی برو دیگه. داشته باشی بدون تک تک نه بیا. داریم گپای خصوصی بین خود برو دیگه حتما کنم جادو جنبل بر داده میگه آه. برشان بده. برو برو خدا او تو نفر شال شد کنه که جادو جنبال اون کنه. شال شد چی دیگه؟ حیف پیسیم نکده که ما در جادو ده او ایگه با پا سر تو ما از خدا میترسیم. بیازو دیگه میکنی؟ اون بچه ما بابانه بونه بچم چی خوراندی که طرف خود کشش کردی؟ اون میبینه نفره بچیم. اون نفر تو میبینه. نیسته که اون نفهمه. عقل و منطق از او از تو که بیشتر کار میکنه. تو هر کالا پوشیدن برو تیار کرشمه بدی. من میگم کالا صحیح میپوشم. دختر 14 ساله هستم 14 ساله. نیستی 14 ساله چی پیرکی خوب آدم هستم. هستی؟ مادر جان تو ریش غرض نیستم. من کرشمه برو دیگه قبی میگم تو رو خدا بزنه بی فامیلی نزاکت خدا است. تو را بزنه خدا ما تو را تو بشر رسالت کنه هستیم، خدا شوی تو دست اصلاح خدا کنه. زدره برو لوده. لوده خودت دستی خدا لوده من از نمیشه خانه که نبودم. نمیگی مادرش خانه آمدم. دار. نگم بر ما اگه میگفت والله خاک پایش میداد. صحیح سازا بعد که بله، بیتر بله، بیتر بله. نبرایم بچه میشه نبرایم بچه میشه نبرایا. برای چقدر بی‌تربیت هستی به خدا. هیچ تربیه فامیلی نداره، فهمیدی؟ مادرش چی داده؟ تربیه برش نداده. هیچ بچه‌م در قصهش نشو، فهمیدی؟ هیچ تشویش جگر خونی نکن. بچه‌م بلای تر پسش که فهمیدی؟ رامش زنده باشه. رامش بسیار بچه خوب است. دیگه برات میخره. هیچ نمی قصهش نباش. من دیگه میرم. سایس مادر جان شما میبودی رامش آمد بسیار زیاد سلام بگو. حالا پشت دمام دق شده بودم. کاش که میبود میدیدمش. من گفتم برو روز جمعه است میبینمش. مگه مانا نبودک. خیر مادر جان باز من دیگه میرم دختر کندم که سرم ناوقت میشه. دیگه رابندیام زیاد میشه به او خاطر. اما که دیدم شکر کجور هستی بسیار زیاد خوش شدم. ما خوش شدم مادر جان سعی که به خاطر من خود جگر خون نکنی خب نه من جگر خون نمیسازم. من میفهمم که همین خانه که هم باغداری بود دیگه پا هستم. مادر جان خیلی چند دقیقه صبر بخوشیم نماز بخونه که از خدافظی که برو باز ها درست باش است. که رامش زنگ تلفن تام میزنه زنگ است. رامش است خب با پسان جواب بده دخترم من. خوشیتم بیچاره دست ازی دلش داغ است. مادر جان کلگی رامش میگه غم بیروی خوشی، آدم به خوشم. خانه بیاره حل کنه. از خانه را کجا ببری؟ که هر روز میگه باشه. دنان صبح، دنان چاشت، دنان شو. یعنی میال روز باشه. و خانان زار جان آدم میشه. دیده که چقدر گفتاره کرد. من ایده قصهش نشنم. گفتم من خوشی دخترم که چشمش طرف من میبینه و دلش میخواه. گفتم من میخورم. روزای اول ما زیاد جگر خونی میکردم دیگه جادو غزادت میکنن، کردیم تعویض میکنن. خیال خود کردن. نه شکر جادوگر هستیم نه تعویضگر هستیم. چیزی که خدا سر ما آورد امور تیر میکنیم. دیگه خیر است مادر جان قصه پاش نباشه. من نیستم در قصهش بچیم تو در غمش نباش. نه من مادر جان خاطر که در این خانه هستی فهمیدی؟ نه حالا عادت کردیم مادر جان دیگه پاش میفهمم توی آدم از دیگه نه دیگه یک پنج شش نفر ماه که شده. گفت که ما چی بگیم که باید عادت. چی خودت نماز خوندی؟ نماز خواندم دیگه خوارک خواندم گفتم بخیزم برم. چرا؟ باز شما جگرخون شدین. حالا نمیباشی شب؟ نه دیگه صدقه حالا میبودی قرار کرد شب؟ وقت میشه صدقه سرت شم. دختر تا دیدی؟ دیدم. خیلی بالا پشت باش که بیاره. میپوشم بالا پاشم. خوش آمدی مقصد در قصیش نه نشد. من قصه از اون نیستم. خوش من باشی. تو که پیشانی دواز میکنم من. خیلی ببینی. من قصه از اون یک نیستم. خیلی ببینی. یک آقای خانه دوست یکی دختر. در قصه نشو برو. داماد من بچه موارستم. بیازه. آمیده پشت از باب دخ شده بودم خواهی نیده میشه. حالا سلام بچه بالا پشت مادر جان تا بیاد که میره مادر جان.
خب هر چی کشالیش هم نمیبوشی نه حساب کجم نه برو پناهگاه کت به خدا برو پناهگاه به خدا که رفتنی خواستی خیلی وقتتر برو کار شام میشه تا اونجا برسی برو پناهگاه کت به خدا ای خدا سنم اون دیگه هست که او بخواد بالا پوشش می آورد میدادی بیچاره سعی که گاهی از راه دور آمد یک چاشت از دست از این کرشمه 5 دقیقه به خدا که باشه اگه لازم نبود که شو میرفت دایی برواری اینا رو به چی رقم آمد به چی رقم میرفت ای چی کنی مادر است مادر در هر حالت و در هر شرایط در هر وضعیت میه الهی من میم کرشمه چی بگویم اگه بدوایت هم کنم خودم میسوزم خداوند اگه هدایتت بده که به اخلاقت خوب شو یا کسی که می جگر خود هم نانم میره هم میرم جگر خود میره سنم جان اینا را این تا پشت ننی خود میره این تا دم کوچه را توبه کردیم حیران مچم کوکلش می خود آزادی خدا شرمنده برآمد نبرآمد کتش خدافزی گرفت نگرفت کرش من میگم سنم او سنم بله مادر جان. چی کنی او دختر رفت ننید رفت مادر. همین که گرم برای ننید بیچاره خون میشه سعی که دایی برواری خیست آمد دایی رابندی این رابندی یا دایی خنک همین یک چاشت پایی تو چاشتم دیدی که کرشمه ناکرشمه چی حاله کرد خیز برآمد رفت از چی گفتمش که باش شو باش نپایید هر دفعه که میایین تو جگر خون میشه بشه. سعی که چی میگه بد سنم همین گپ برای بزنم در خانه هر گپی که بود اینم قدر غوری برنج میخورین نه عزمش میکنین اونم گپم اونم تعظیم کنین که بچه من اینا رو شوک بیایه باید بیشنی پس در گوشش گفته بری که کرشمه ایتو کد ننه تو کد عمر ایتو کد ایش گپا نبودی بچه فهمیدی؟ بگونم مادرم آمد پشتم دک شده بود این چاش نانک خدا خورد در چی که مادر جانم شلی شد خیس رفت دیگه ما خوب شد کامده بود دک شده بودم فهمیدی ایش گپا نمیگی که کرشمه ایتو کد و دیگه کد جان مادر شتر دیدی ندیدم مادر جان میخواسته بخترم لباسا بگیم آخر میخوره برو خون میبینه نگو لباسا را چی ضرور است که میگی؟ چی ضرور است که میگی؟ آلو خب بکسایت واز نمیکنه که بکسایت واز کنه یک ماتم خداست یک نگو برو دیگه لباسا و یک تا اوسو پرتوسو کنش او خود نمیگه که چی شد چی نشد تا که تو شب دبیخ گوشت هر چیز قصه نکنی او بچه بیچاره کمبخت صبح بمره شام خفتن می حوصله گپ نداره که تو برو پیران گلابی تکه کرد نکرد برو قرار که پیران یه تن دیگه بردار خلاص خب سیس مادر جان. توبه